بعضی وقتا حس میکنم یه بخشی از خودم هنوز فکر میکنه که کافی نیست. همین اخیراً یه پروژه‌مو به یکی از آدمایی که خیلی براش احترام قائلم نشون دادم و اون بهم گفتش که خوبه ولی میتونه بهتر باشه. تو اون لحظه احساس کردم شکست خوردم. یادم افتاد که توی کودکی هر زمان یه کاری رو انجام میدادم بهم گفتن که خوبه ولی میتونی بهتر باشی و این بهم یادآوری کرد که اون بچه هنوز فکر میکنه که کافی نیست، هنوز فکر میکنه که باید یک سری کارهای خیلی بهتری انجام بده که کامل بشه، که دوست داشتنی نیست و باید یک سری کارها انجام بده که دوست داشتنی باشه. الان دارم یاد میگیرم که من کافی هستم حتی وقتی کامل نیستم. اون بچه هنوز همونجا نشسته ولی من میخوام برم بهش بگم من میبینمت، من میفهممت، تو ارزشمندی، دقیقاً همین مدلی هست. شاید درمونش همین باشه.